آموزش کامل برنامه اینشات قسمت دوم. توی این بخش می‌خوایم در ادامه بخش ادیت ویدئویی برنامه اینشات با قسمت‌های مثل فیلترها، افکت‌ها، حذف پرده سبز، ساخت اسلو موشن، ادیت رنگ و نور ویدیو و چیزهای جذاب دیگه‌ای که توی این بخش هست آشنا بشیم. تا آخر این ویدیو با من همراه باش که بتونی به صورت کامل این بخش‌ها رو از برنامه اینشات یاد بگیری. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به استودیوی من سامان عباسپور هستم، عکاس و مدرس عکاسی و تولید محتوا. توی این ویدیو می‌خوایم در ادامه بخش آموزش جامعه اینشات توی بخش ویدیو با هم دیگه کار بکنیم. توی بخش اولمون در واقع توی قسمت اول با بخش کانواس و استیکرها و تکست و چیزایی مثل این آشنا شدیم. اگه اون ویدیو رو ندیدی حتما اون ویدیو رو اول ببین، بعد بیا ادامهش این ویدیو رو ببین، چون توی اون قسمت یه سری قسمت‌هایی بوده که توی اکثر بخش‌های اینشات مشترکه و توی اون ویدیوی اولی من اونها رو کامل باز کردم و صفر تا صدش رو توضیح دادم و توی این ویدیو دیگه دوباره از اول نمیخوام توضیح بدم و اون بخش‌ها رو فقط یک اشاره کوچیکی میکنم و رد میشم. پس اگه اون ویدیو رو ندیدی حتما اون ویدیو رو ببین و در ادامهش بیا و این ویدیو رو تماشا بکن. خب صحبت دیگه نمونه، بریم واسه قسمت دوم آموزش جامعه برنامه اینشات. فقط قبلش یه لحظه برو پایین ویدیو و این ویدیو رو لایک بکن و یه کامنت انگلیسی هم بذار که ثابت نپره. خب دوباره وارد برنامه اینشات میشیم. خب من یه ویدیویی وارد میکنم دوباره که بتونیم باهاش کار بکنیم. من یه پستی جدیدن توی اینستاگرام گذاشته بودم، همون رو وارد میکنم که بتونیم باهاش کار بکنیم. اپلیکیشن دومی که میخوام بهت معرفی کنم، بذارید من اسکرین رکوردمو روشن کنم. تا کجا رسیده بودیم؟ توی قسمت اول در مورد کانواس، موزیک و بخش استیکر صحبت کردیم. گزینه بعدیش تکسته که تکست هم توی قسمت استیکر بود. یه نکته ای رو بگم در مورد اینشات، اونم اینه که هم میتونیم بگیم باگه، هم میتونیم بگیم یه جور مزیت هم میتونه باشه. اونم اینه که یه قسمت هایی که توی برنامه هست توی یه قسمت دیگه هم اون گزینه هست، یعنی مشترکه. مثلا توی قسمت استیکر یه بخش داشت به اسم تکست که خود تکست هم الان جداگونه توی صفحه اول برنامه هم گزینش هست. حالا تکست رو هم که بزنی میره تو همون بخش استیکر، یعنی یه جور حالت میانبر هم میشه گفت داره. خب گزینه بعدی گزینه افکت هستش. خب از اسمش هم مشخصه تو بخش افکت تصویر کار میکنه. 4 تا گزینه داره. گزینه اولش که همون افکت هستش، اون رو میزنم واردش میشم. یه سری گزینه‌های مختلف داره، افکت‌های مختلف داره که با انتخاب کردن هر کدوم میتونید خروجیش رو روی تصویرتون ببینید. مثلا این اولی اسلو زوم هستش که مثلا صدا رو کم کنم که یه حالت زوم داره به صورت آروم، یا همون اسلو میاد زوم میکنه روی تصویرتون. بعدی جامپ زوم هستش و همینجوری میتونید همه رو امتحان بکنید و ازشون استفاده بکنید. بخش گلیچ داره که خیلی این روزا توی ویدیوها استفاده میشه و خیلی هم جذابه. بخش گلیچ مثلا به این صورت حالت گلیچ که معروفه به افکت گلیچ که ازش میتونید استفاده بکنید. گلیچ یا گلیچ نمیدونم دقیقاً تلفظ اصلیش چیه. اگه تو میدونید توی کامنت ها برام بنویس که منم یاد بگیرم. قسمت‌های مختلف داره، مثلا حالت نویزی داره و گزینه‌های دیگه که همه رو میتونید امتحان بکنید. و این پایین این در واقع این وسط یک گزینه ولیو داره که با کم و زیاد کردنش میتونید شدت اعمال اون افکت روی تصویرتون رو کم و زیاد بکنید. خب من تیک رو میزنم میام بیرون. وقتی که یک افکتی رو انتخاب میکنم و تیک رو که میزنم یه لایه از اون افکت برای من ایجاد میکنه که میتونم روی کل ویدیوم اعمالش بکنم یا روی یه بخشی از ویدیوم این افکت رو در واقع اعمال بکنم که حالا در حالت پیش‌فرض روی فکر کنم 3 ثانیه باشه اگه اشتباه نکنم. آره روی 3 ثانیه اول ویدیوم این رو میاد اعمال میکنه که میتونم با کشیدن این بخش بیارم و زیادش کنم یا کمش بکنم یا زیادش کنم یا کمش بکنم. و با انتخاب کردنش همونطور که تو بخش اولم بهتون گفتم باید یک لایه رو انتخاب بکنید که گزینه‌های تنظیمش براتون فعال بشه. مثلا اسپلیتش بکنید یا حذفش بکنید یا کارهایی مثل این. من انتخابش میکنم، رو حالت انتخاب قرارش میدم و یک کادر سفید، یک حاشیه سفید دورش ایجاد میشه و بعد گزینه دیلیت رو میزنم که حذف میشه. این از افکت ها. گزینه بعدی گزینه AI افکت که در واقع با هوش مصنوعی میاد براتون افکت ایجاد میکنه. من واردش میشم، میاد سوژه رو تشخیص میده که یعنی در واقع یک انسانی که توی ویدیو هستش رو میاد تشخیص میده، خود هوش مصنوعی تشخیصش میده و دورش یک حاشیه ایجاد میکنه. یک حاشیه‌ای که حالا میتونه به صورت نئونی باشه یا حالت‌های مختلف که این پایین پریویوش رو میبینید یا پیشنمایشش رو میبینید. مثلا حالت لاین داره، ببینید یک حاشیه‌ای دور تصویر من ایجاد کرده، یا یه بخش نئونی داره که اون خیلی جذابه، اون رو میتونید استفاده بکنید و خوبیش اینه که میتونید رنگش رو هم عوض بکنید. این وسط میتونید رنگ رو عوض کنید. ببینید من سبز و بعد قرمز و رنگ‌های مختلف رو میتونید روش
اعمال بکنید. حالا میاد تو بخش‌های بالاییش سربرگ‌های مختلف داره که هر کدوم حالت خاص خودش رو داره. مثلا این حالت لاین هستش که یک حاشیه‌ای دور سوژه ایجاد میکنه با هوش مصنوعی. دومی کلون هستش که میاد یک حالت اکو مانند میده به تصویرت، چند تا کپی از سوژه توی تصویر ایجاد میکنه و پشتش این رو تکرار میکنه که میتونید ولیو رو عوض بکنید که کم و زیاد بشه، یا فاصله بین اون سوژه ها که پشتش ایجاد کرده، اون اکویی که ایجاد کرده، فاصله بینشون کم و زیاد بشه، یا زاویه‌شون رو هم اینجا با این انگل میتونید عوض بکنید. گزینه‌های زیادی داره که هر کدومشون در واقع تنظیمات خاص خودش رو داره. مثلا میاد توی قسمت گلو، اینم خیلی جذابه. زمانی که تو فضای باز به خصوص دارید فیلم برداری میکنید میتونید از این استفاده بکنید. الان چون نمای کلوزآپ و بسته هستش خیلی روی تصویر من این خوب جواب نمیده، ولی این پریویویی که پایین نشون داده میتونه بهتون نشون بده که چجوری میتونید ازش استفاده بکنید. مثلا این دومی هم جالبه، یا این گزینه. به این صورت میتونید خیلی ویدیوهاتون رو جذاب بکنید، به خصوص توی تولید محتوا میتونید از این افکت ها، نه همشون، بعضیاشون میتونه ویدیوهاتون رو جذاب بکنه، البته بعضیاشون یه ذره زیاده رویه و به طور کلی یه چیز سلیقه‌ای میتونید ازش استفاده بکنید. خب من تیک رو میزنم. این رو هم که وقتی تیک میزنید دقیقاً مثل قسمت افکت توی این بخش هوش مصنوعی افکت ها هم به همین صورت یک لایه‌ای باز میکنه براتون که به صورت پیش‌فرض معمولا 3 ثانیه‌ایه، حالا میتونه کمتر یا بیشتر هم باشه و میتونید خودتون کم و زیادش کنید با کشیدن این فلش به این سمت یا این سمت، یا از این ور از این سمت کم و زیادش بکنید. خب دوباره میرم توی بخش فیلترها. من این فیلتر رو دوباره حذفش میکنم و میام واسه گزینه سوم که فیلتر هستش. گزینه فیلتر رو که میزنید یه سری فیلترها بهتون میده که در واقع رنگ و لعاب تصویرتون یا نور تصویرتون رو کم و زیاد میکنه و یه سری تنظیمات از پیش تعیین شده است که روی تصویرتون اعمال میشه. میاد مثلا اینجا توی بخش لونار حالتهای تک رنگ مونوکروم داره که سیاه‌سفید هم میشه بهش گفت و به این شکل میتونید هر کدوم که دوست دارید انتخاب بکنید و ولیو یا همون مقدار اعمالش رو هم کم و زیاد بکنید که در حالت پیش‌فرض روی 100% که میتونید کمترش بکنید. مثلا این قسمت بخش پینک داره که میتونم کم یا زیادش بکنم. من خیلی از فیلترها استفاده نمی‌کنم، ولی اینم باز یه چیز سلیقه‌ایه مثل خیلی بخشای دیگه و میتونید ازش استفاده بکنید یا استفاده نکنید، دست خودتونه. خب اینم از این تیک رو میزنیم و میایم بیرون. ولی این بار توی بخش فیلتر وقتی یک فیلتری رو اعمال میکنید روی کل ویدیوتون اعمال میشه و اگه دقت کرده باشید این لایه ویدیوی اصلی ما یک پینکی روش نوشته این گوشه و به اصطلاح روی کل ویدیومون اعمال شده. من اگه این گزینه آندو رو بزنم کلا پاک میشه اون فیلتر و میره رو حالت قبل‌ترش که هنوز فیلتر رو اعمال نکرده بودیم. در مورد آندو و ریدو هم اگه یادتون باشه توی قسمت اول صحبت کردیم که آندو میره یه مرحله عقب‌تر، یک عملی که آخرین عملی که انجام دادید رو یه دونه آندو بزنید میره عقب‌تر و اون عمل رو در واقع آندو میکنه. و ریدو برعکسش هست، یه مرحله میره جلوتر. اگه آندو بزنید ریدو فعال میشه و ریدو رو میزنید میره جلوتر. خب اینم از بخش فیلترها. و گزینه آخر که گزینه‌ای که خیلی میتونید باهاش ویدیوتون رو تغییر بدید، رنگ و نورش رو ادجاست، که در واقع میاد تنظیمات روی ویدیوتون رو اعمال میکنه، تنظیماتی مثل رنگ، نور و چیزایی مثل این. خب یکی یکی گزینه‌هاش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اولیش لایتنس هستش. یک گزینه اوتو داره که روش اگه دقت بکنید یک علامت تاج داره. این علامت به نشون دهنده اینه که شما باید نسخه اصلی برنامه یا همون نسخه پریمیوم یا نسخه پولیش رو نصب بکنید و بتونید این گزینه رو استفاده بکنید. هر جا توی برنامه اینشات دیدید که این علامت تاج بود، در واقع توی برنامه اینشات نه، توی همه برنامه‌هایی که همه اپ‌هایی که توی گوشی استفاده میشه این گزینه تاج به این معنیه که شما باید نسخه پریمیومش رو نصب بکنید که بتونید ازش استفاده بکنید و اون گزینه قفل هستش. خب گزینه اول گزینه لایتنس هستش. گزینه لایتنس میاد در واقع شدت روشنایی تصویر ما رو کم و زیاد میکنه. خب من اینو یکمی زیادش میکنم که حس میکنم یکمی فضای ویدیوم تاریکه، یکمی زیادش میکنم، مثلا میذارمش روی 13 یا 14. خب گزینه بعدی گزینه کنتراسته که در واقع کنتراست یا تضاد بین روشن‌ترین نقطه تا تیره‌ترین نقطه تصویر رو میاد برای ما کم یا زیاد میکنه. میتونیم کمش کنیم یا زیادش کنیم. خب من اینو چون کنتراست تصویرم خوبه اینو دست نمیزنم، یا میتونم یه ذره کمش هم بکنم. ببینید من کمش میکنم تا تاثیرش رو روی تصویرمون ببینید. الان آوردم روی 50 منفی 50 و میبینید که کنتراست به کمترین حد ممکن توی تصویرمون رسیده. من میارمش رو همون صفر میذارم. گزینه بعدی گزینه وارم هستش که میاد دمای رنگی تصویر ما رو کم یا زیادش میکنه. هر چقدر که کمش بکنیم میره به سمت آبی، توناژ رنگیش میره به سمت
آبی به سمت سرد، در واقع رنگ سرد که نه همون رنگ آبی باشه، و هر چقدر که زیادش بکنیم میره به سمت زرد و نارنجی و قرمز، یعنی بیشتر به سمت رنگ‌های گرم کشیده میشه. خب من یه ذره زیادش میکنم و تاثیرش رو روی تصویرمون میبینید که تصویرمون یک حالت گرمتری گرفته، و اگه کمش بکنم بیشتر میره به سمت آبی، یه ذره فضای تصویرم سردتر میشه. خب من اینم زیاد تغییر نمیدم، مثلا یه ذره زیادش میکنم، مثلا میذارم روش 4. گزینه بعدی گزینه تینت هستش که این هم میاد اگه کمش بکنیم میبره تصویرمون رو به سمت سبز، تم رنگی تصویرمون رو به سمت سبز میبره، و اگه تینت رو زیاد بکنیم میبرتش به سمت صورتی و بنفش و این رنگ ها، یعنی به اصطلاح همون انگلیسیش میشه همون تینت. اگه زیادش کنیم بیشتر به سمت تینت میره. مثلا ببینید من الان یه ذره زیادش میکنم، ببینید که فضای تصویر ما بیشتر به سمت صورتی میره، و دوباره میارمش پایین رو همون 0 میذارم، چون این تنظیمه. در واقع خود دوربین معمولا این رو درست تنظیم میکنه، مگر اینکه وایت بالانس تصویرمون موقعی که داریم فیلم برداری میکنیم وایت بالانس دوربینمون تنظیم نباشه که بعداً مجبوریم که این گزینه رو یه ذره کم و زیاد بکنیم. در واقع برای اینکه رنگ ها رو توی تصویرمون درست نشون بدیم از این دو تا گزینه یعنی وارم و تینت باید استفاده بکنیم. خب میریم واسه گزینه بعدی یعنی سچوریشن که خیلی جاها دیدید مثل گزینه کنتراست، یه گزینه معروفیه که توی اکثر برنامه‌ها هست و در واقع میاد اشباع رنگ رو، سچوریشن به معنی اشباع هستش، اشباع رنگ رو میاد توی تصویرمون کم یا زیاد میکنه. یکم زیادش میکنه میبینید که رنگ ها خیلی پررنگتر میشه، و اگه از یه حدی زیادترش بکنیم دیگه خیلی رنگ ها رو جیغ نشون میده و کیفیت تصویر ما رو به اصطلاح کم میکنه. خب من یه ذره زیادش میکنم، ببینید به حد 50 و بالاترین حدش که میرسونم دیگه خیلی تو ذوق میزنه رنگ ها. میارم کمش میکنم، مثلا میذارم روی 9، همین حدود کافیه. و میتونم کمش هم بکنم. وقتی که به آخرین حد میرسونمش تقریبا تصویرم میشه گفت سیاه سفید میشه. البته سیاه سفید اصولی نمیشه ولی دیگه اشباع رنگ به کمترین حد ممکن میرسه. خب دوباره میارمش روی همون 9 که گذاشته بودم. میریم واسه گزینه بعدی که کرفز باشه. این گزینه کرفز یا همون منحنی ها خیلی یه بحث خیلی طولانی و مفصلی داره، ولی خب من اینجا یه تعریف کلی ازش میگم بهتون که باهاش آشنا بشید. این پایین منحنی که میبینید الان به صورت صاف هستش و میتونیم تغییرش بدیم به این شکل. این من بذارید ریستش کنم. این از یک نقطه 0 شروع میشه این پایین که به معنی تیره ترین نقطه تصویره که به سیاهی میزنه و میره همینجوری آروم آروم بالا تا به 100 میرسه و اون 100 روشن ترین نقطه تصویر یا همون رنگ سفید هستش، سفیدی کامل. 0 سیاهی کامله و 100 سفیدی کامل توی تصویر هستش. حالا ما با تغییر دادن این منحنی میتونیم تعیین بکنیم که نقاط تیره تصویر ما کم یا زیاد بشه یا نقاط روشن تصویر ما کم یا زیاد بشه. هر چقدر این نقاط رو، این منحنی رو به سمت پایین کش بدیم تصویرمون رو تیره تر میکنیم توی اون ناحیه، و هر چقدر که به سمت بالا بکشیمش بیشتر تصویرمون رو داریم روشن ترش میکنیم. خب مثلا الان اینجا به صورت پیش‌فرض 5 تا نقطه به ما داده. نقطه اول و آخرش رو که بهتون گفتم، نقطه اول سیاهی مطلقه، نقطه آخر هم سفیدی مطلقه. 3 تا نقطه این وسط میمونه که از پایین میایم بالا. دومی شادو یا سایه های تصویر ما رو نشون میده که من کمش اگه بکنم سایه های تصویرم بیشتر میشه، در واقع سیاه‌تر میشه، و اگه زیادترش بکنم سایه های تصویرم بیشتر دیده میشه. ببینید من از اون حد نرمالش بردم بالاتر و منحنی رو در واقع کش کردم. میبینید که سایه های تصویرم روشن‌تر میشه و از یه حد بیشتری که روشن میشه کیفیت تصویرم رو میاره پایین. من میارمش یکم پایین‌تر. گزینه وسطی گزینه میدتونز یا همون رنگ‌های میانه هستش که با کم و زیاد کردنش رنگ‌های میانه من، در واقع قسمت‌های میانه تصویر من، جاهایی که نه خیلی روشنه و نه خیلی تاریک، نرمال هستش نورش، اونها رو میاد نورش رو کم و زیاد میکنه. من میارم بالا و میارمش پایین. حالا این تصویر چون کیفیت آنچنانی نداره و حجمش کمه خیلی نمیتونم اینو دستکاری بکنم. گزینه بعدی هم گزینه هایلایت ها هستش، یعنی اون قسمت هایی که توی تصویر روشن‌تره. مثلا الان توی تصویری که میبینید صورت من و اون نوری که از پشت پنجره داره میاد و میتابه توی تصویر، اون قسمت میشه قسمت های هایلایت تصویر ما، که توی این نمونه تصویری که توی برنامه اینشات باز کردیم میتونه اون حاشیه ریم لایت کنار صورت من باشه. به اون قسمت توجه بکنید. من این هایلایت رو کم یا زیادش میکنم. من زیادش میکنم. ببینید که بیش از حد روشن شده و هیچ جزئیاتی از اینجای صورت من توی این تصویر نمیبینید. من کمش میکنم که به این صورت میبره پایین و دیگه خیلی کیفیتش رو پایین میاره. خب این بالا اگه دقت بکنید 4 تا رنگ داره: سفید، قرمز، سبز و آبی. این بخش سفید قضیه بود
که من بهتون گفتم، یعنی حالت کلی. و 3 تا گزینه دیگه داره، یعنی قرمز، سبز و آبی، که میاد توی این رنگ ها که رنگ های اصلی شکل دهنده یک تصویر RGB هستن، در واقع میاد توی این رنگ ها فقط تغییر رو اعمال میکنه. همون فرمول 0 تا 100 هستش که تیره ترین نقطه تا روشن ترین نقطه تصویر، ولی فقط میاد توی کانال اون رنگ میاد تغییر نور رو ایجاد میکنه. مثلا توی بخش قرمز داره، سبز داره و آبی. من مثلا بخش سبز رو انتخاب میکنم. توناژ سبز توی تصویر رو فقط میاد در نظر میگیره و ما میتونیم کم و زیادش بکنیم. مثلا من این میدتون رو، نقطه وسطی، یعنی همون رنگ میانی تصویرمون رو که نه زیاد روشنه و نه زیاد تاریک و نور نرمالی داره، رو میام تغییر میدم توی بخش سبز. ببینید من هر چقدر که کمش میکنم، قسمت های سبز تصویر، در واقع نه اینکه رنگ سبز، در واقع قسمت هایی که سبزتر توی تصویر بیشتر به رنگ سبز نزدیک هستش رو میاد کم میکنه و به رنگ مخالفش برمیگردونه. میارم زیادش میکنم، ببینید که بیشتر میاره به سمت سبز. هر چقدر که زیادش میکنیم، اون رنگ سبز رو میاد توی تصویر بیشتر نمود میده بهش و در کنارش نور رو هم میاد زیادتر میکنه. دوباره برمیگردونش به حالت عادی. و یه بخش آبی داره و یه بخش قرمز که توی هر کدوم از این رنگ ها مختص همون رنگ هستش و در واقع میاد تغییرات رو توی اون قسمت روی منحنی ها ایجاد میکنه. من میارمش روی قسمت قرمز، چون این تصویرم قرمز توش زیاد استفاده شده، تم قرمز زیاد داره، میام ازش استفاده میکنم. میتون رو مثلا میتونم ببرم یه ذره بالا. بذارید من این سبز رو ریست کنم. الان قضیه ریست رو هم بهتون میگم. قرمز رو یه ذره میارم پایین یا میبرم بالا. ببینید وقتی که میبرمش بالا، قسمت های میتون یا میانه تصویر من هر جاش که رنگ قرمز داره روشناییش بیشتر میشه و اون به اصطلاح به سمت قرمز زده میشه، اون نوری که توی تصویرم هست. و خب اینم قسمت‌های مختلفش. حالا شما میخواید تنظیماتتون رو انجام دادید و مثل این تصویری که الان من اینجا ایجاد کردم، کیفیت تصویرم خوب در نیومده، پشیمون شدید، اصلا میخواید کیفیت رو تغییر ندید، میتونید دوباره ریستش بکنید. این گزینه بغلی که علامت ریست هستش رو میزنید، 2 تا گزینه میاد. یکیش ریست اول هستش، یعنی هر 4 تا کانالی که اینجا هست رو میاد براتون ریست میکنه، و یکی هم قسمت ریست آر، یعنی توی هر قسمتش که قرار بگیرید، گزینه دوم میشه برای همون قسمت و فقط همون بخش رو میاد، همون سربرگ رو میاد ریست میکنه. مثلا الان توی بخش قرمز هستم، توی بخش سفید هم تغییرات ایجاد کردم ولی فقط میخوام بخش قرمز ریست بشه، میام تو بخش قرمز اول و بعد گزینه ریست رو میزنم و ریست آر رو میزنم و ریست میشه. حالا من قسمت سفید رو هم میخوام ریست بکنم و کلا میخوام این بخش رو نادیده بگیرم و بیام بیرون. ریست اول رو میزنم و تیک رو میزنم و میام بیرون. گزینه بعدی گزینه HSL هستش که اون هم باز باید از نسخه پریمیومش استفاده بکنید، ولی به طور کلی میاد و هر رنگی رو به صورت جداگانه اشباعش، نور اون رنگ و در واقع جنس اون رنگ رو میاد عوض میکنه. حالا با اینکه نسخه پریمیوم هست ولی ما میتونیم یه پریویوی ازش اینجا ببینیم. مثلا قسمت هیو، من میتونم رنگ ها رو به صورت جداگانه و مجزا کم و زیاد بکنم و تنظیماتش رو عوض بکنم. خیلی گزینه جذابیه که توی برنامه کپکات البته این قسمت رایگانه و میتونید ازش استفاده بکنید. خب من الان مثلا این بخش قرمزش رو تو بخش هیو میخوام کم و زیادش بکنم. 3 تا سربرگ این بالا داره. یکیش هیوه که در واقع میاد اون رنگ رو کلا تغییر میده. مثلا بخش قرمز رو میتونید ببریدش به سمت صورتی یا ببریدش به سمت نارنجی. ببینید اینجا تغییر میکنه. پس یه سربرگش شد هیو، سربرگ دومش شد سچوریشن که در واقع همون اشباع رنگ رو توی کانال های مجزا میاد تغییر میده. مثلا اشباع رنگ قرمز رو ما میتونیم تغییر بدیم فقط، یا اشباع رنگ نارنجی یا رنگ زرد، و بقیه رنگ ها دست نخورده باقی میمونه. و یه بخش آخرش هم که سربرگ لومیننس هست که میاد روشنایی اون رنگ رو کم و زیاد میکنه. مثلا تو بخش آبی، حالا تو این تصویر آبی نداریم، رنگ قرمز رو میتونیم لامیننسش رو کم یا زیاد بکنیم. وقتی زیادش میکنم ببینید اون حاله نوری قرمز رنگی که پشت در واقع تو بک‌گراند ویدیو هستش رو میاد کم یا زیاد میکنم، زیادش میکنم یا کمش میکنم که کلا محو میشه. البته کیفیت تصویرتون رو خیلی میاره پایین، چون تصویرمون یک حجم و سایز کوچیکی داره و خیلی جزئیات توش دیده نمیشه، به خاطر همین نمیتونیم خیلی روش مانور بدیم. خب اینجا هم باز همون آر در واقع ریست رو که میزنید میتونید ریست بکنید، یا ریست اول یا ریست هر بخشی که روش تغییرات رو اعمال کردید رو میتونید اینجا انجام بدید. من ریست اول رو میزنم و زبدر رو میزنم و میام بیرون. اما گزینه بعدی که ما اینجا در اختیار داریم گزینه فید هستش که میاد یک حالت محوی، یک حالت مه آلود مانند رو میاد به تصویرتون، مه آلود مانند یا حالت مه آلودی رو میاد توی تصویرتون ایجاد میکنه. من این فید رو الان زیاد میکنم و شما تاثیرش رو میبینید. خب میارمش روی مثلا 53
ببینید یه حالت محوی توی تصویرمون ایجاد میکنه. همه جا کاربردی نیست، ولی بعضی از محتوا، بعضی از ویدیوها هستن که این فید رو وقتی روش ایجاد میکنید یک حس خوبی به مخاطبتون میده. خب من میارمش روی مثلا روی 25 و تیک رو میزنم و میام بیرون. چرا اومدم بیرون؟ گزینه بعدیمون گزینه هایلایت هستش که میاد هایلایت هایی که بهتون گفتم و مثل همین تصویری که الان میبینید اون نوری که از پشت پنجره میاد رو بهش میگن هایلایت. قسمت هایی که روشنایی و یک حاله نور رو توی تصویرتون داره رو بهش میگن هایلایت. خب اینو کمش میکنم و هایلایت تصویرم رو کم میکنه که اون ریم لایت کنار صورتم باشه و بخش های دیگه هم هست ولی بیشترین نمود رو توی اون قسمت داره. کمش میتونم بکنم یا زیادش بکنم که بیش از حد روشن بشه. من میذارمش روی مثلا -5. این گزینه زمانی که شما یه تصویری دارید که کنتراست توش زیاده و بیش از حد هستش و میخواید یکم اون کنتراست رو کم بکنید، میتونید از این گزینه استفاده بکنید. گزینه بعدی گزینه شادو یا همون سایه ها هستش که میتونیم کم یا زیادش بکنیم به این صورت. گزینه بعدی گزینه کالر هستش که میتونید یک قالب رنگی رو روی تصویرتون ایجاد بکنید. در واقع یک رنگی رو روی تصویرتون غالبش بکنید و به نسبت به بقیه رنگ ها اون رنگ بیشتر نمود پیدا بکنه. توی بخش هایلایت ها که بهتون گفتم هایلایت چیه و تو بخش سایه ها هر کدوم به صورت جداگانه سربرگ داره اینجا و هر کدوم رو میتونید روی تصویرتون اعمال بکنید. مثلا توی بخش سربرگ هایلایت من میام رنگ آبی رو روی تصویرم اعمال میکنم. وقتی که انتخابش میکنم این پایین درصدش رو میتونم تعیین بکنم. روی 50% تو حالت پیش‌فرض و میتونم کم و زیادش بکنم. مثلا میارمش روی 100% میذارم. ببینید که خیلی تصویرم رو تونالیتش رو میبره به سمت آبی توی بخش هایلایت ها. توی بخش شادو ها هم به صورت جداگانه میتونم رنگ رو انتخاب بکنم. اونم به همین شکله. حالا من اینجا مثلا رنگ قرمز رو توی سایه ها ایجاد میکنم. روی 50% به صورت پیش‌فرض و میتونم کم یا زیادش بکنم. اگرم پشیمون شدید این گزینه اولی که یک دایره سفیده که وسطش هم یک خط قرمز هست رو میزنید و کلا کنسلش میکنه. تیک رو میزنم و میام بیرون. گزینه بعدی گزینه هیو هستش که هیو هم بهتون گفتم توی اون بخش HSL بود که برای هر رنگ به صورت جداگانه بود میتونستیم اون رنگ رو تغییر بدیم، اما این هیو به صورت کلیه و کل تصویر رو میاد به تونالیته رنگ رو تغییرش میده. مثلا الان من میبرمش به سمت جلو، مثلا میبرمش روی 39-40. میبینید که بیشتر میبره تصویرمون رو میبره به سمت زرد، ولی این بار کل تصویر رو نه فقط یک کانال رنگی خاص رو. یا میاریمش این سمت منفی میکنیمش، میبینید که کم کم داره میبرتش به سمت صورتی و بنفش و میتونید این گزینه هم سلیقه‌ای اگه دوست داشتید میتونید تغییرش بدید. گزینه بعدی گزینه وینیت هستش که یک حاله مشکی رنگ میاد اطراف تصویرمون ایجاد میکنه. من زیادش میکنم که ببینید به این صورت. گزینه بعدی گزینه شارپن هستش که میاد شارپنس تصویرمون رو زیاد میکنه. میتونید زیادش کنید که در واقع میاد لبه های پیکسل های تصویرمون رو تیزتر میکنه و تصویرمون رو به اصطلاح شارپتر یا حالا معنی لغویش میشه تیزتر، میاد این کار رو انجام میده که خیلی هم نباید زیادش بکنید چون میاد کیفیت تصویرمون رو پایین میاره و به نظرم در حد همون 10 تا 20 فکر کنم کفایت میکنه. اونم اگه تصویرتون شارپنس کافی داره اینو خیلی بالا نبرید. خب من میذارمش روی 10. گزینه بعدی گزینه گرین هستش که میتونید زیادش بکنید و یک حالت نویز توی تصویرتون ایجاد میکنه. ما همیشه میخوایم نویز رو از تصویرمون حذف بکنیم و ازش فراری هستیم، ولی یه وقتایی میتونه یک فضای رازآلودی به تصویرمون بده. اینم یه گزینه‌ای که میتونید ازش استفاده بکنید. خب من اینو میتونم مثلا بیارمش روی 18 بذارم یا بیارم بالاتر و تاثیرش رو ببینید. خب اینو میذارم روی 0. گزینه بعدی گزینه فیلم گرین هستش که اون هم تقریبا شبیه به همین گرین هستش. یکمی ظاهرش متفاوته ولی اونم یه جورایی نویز به حساب میاد. اونو زیادش میکنم و میبینید که توی تصویرمون اون حالت فیلم گرین رو زیاد میکنه. اینم میارم میذارمش روی 0. گرین رو روی 0 میزنم و تیک رو میزنم. یه گزینه رو یادم رفت بگم، میام توی ادجاست دوباره گزینه آخر گزینه منیج هستش که میتونیم شخصی سازی بکنیم، ترتیب نمایش این گزینه ها رو عوض بکنیم. مثلا گزینه‌هایی که برامون مهم‌تره رو میتونیم با گرفتن این منوی همبرگری که این بغل هست بیاریمش بالاتر. مثلا هایلایت رو من زیاد استفاده میکنم، میارمش بالا تو قسمت اول میذارم. مثلا لایتنس رو زیاد استفاده نمیکنم به فرض، میارمش پایین‌تر. به این صورت میتونم شخصی سازی بکنم یا میتونم ریست بکنم یا اینکه تیک رو بزنم و بیام بیرون. خب تیک رو میزنم.
از قسمت ادجاست میام بیرون. این بود 4 تا گزینه‌ای که تو بخش افکت ما باهاش سر و کار داشتیم. حالا یه افکت یا یک فیلتر یا یک ادجاستی رو وقتی اضافه میکنید اینجا گزینه‌هایی اضافه میشه که همون گزینه‌های ادیتش هستش. همونطور که قبلتر توی جلسه اول بهتون گفتم باید حتما لایه رو انتخاب بکنید که بتونید اون گزینه‌ها رو فعال بکنید. من چون فیلتر و افکتی که استفاده کرده بودم رو حذف کردم، دوباره یکی به صورت امتحانی اضافه میکنم. یه افکت اضافه میکنم، مثلا همین گلیش رو اضافه میکنم و میارمش تا آخر ویدیو. یه چیزی رو یادم رفت بهتون بگم، لایه رو که اضافه میکنید و با گزینه‌ای که اون بغلش حالت فلش مانند هست اون رو که میزنید انتخابش که میکنید، دو تا گزینه براتون میاد. یکی ویدیو اند هستش، یکیش هم کلیپ اند. ویدیو اند رو که بزنید بدون اینکه شما بکشید لایه‌تون رو تا آخر ویدیو، خودش میاد دقیقاً تنظیم میکنه تا آخر ویدیوتون، تا آخر پروژهتون. ویدیو اند لایه‌تون رو میبره تا آخر پروژه و کلیپ اند میاد روی اون کلیپی که شما قرار دادید. فرض کنید 3 تا 4 تا کلیپ توی تایملاینتون گذاشتید، با زدن گزینه کلیپ اند میاد تا آخر اون کلیپی که دقیقاً این لایه روش قرار داره، فقط میاد این افکت یا این فیلتر یا هر لایه‌ای که هست رو میکشه و تا آخر پروژه نمیکشه که میتونید از هر کدوم استفاده بکنید. الان اینجا چون من فقط یه دونه کلیپ توی پروژم اضافه کردم، هر کدوم رو که بزنم یه کار رو انجام میده. ولی اگه چند تا کلیپ توی ویدیوم بود، توی پروژم بود، میومد لایه رو فقط روی همون کلیپ ایجاد میکرد یا میبرد. اگه ویدیو اند رو میزدم میبرد تا آخر ویدیو اضافهش میکرد. خب من کلیپ اند رو میزنم، این افکت گلیچ رو روی کل ویدیوم اعمال میکنه. خب گلیچ رو حالت انتخاب قرار میدم که بتونم از اون گزینه‌های تنظیمش استفاده بکنم. اولیش ادیت هستش که میتونید ولیوش رو کم و زیاد بکنید. دوباره میره تو همون بخش افکت ها و میتونید کم و زیادش بکنید یا تغییرش بدید. مثلا من میتونم بیارمش روی حالت نویز بذارم و کلا گلیچ عوض میشه، تبدیل میشه به نویز. این از گزینه ادیت. گزینه بعدی گزینه اسپلیت هستش که خودتون بهتر از من میدونید چیه، چون قسمت اول رو دیدیم و میاد در واقع لایه‌مون رو جدا میکنه. گزینه بعدی گزینه دیلیت هستش که میاد حذف میکنه و گزینه آخرم گزینه داپلیکیت که اون رو هم میدونید چیه. خب من حذفش میکنم و میام بیرون. این از بخش افکت. گزینه بعدی گزینه فیلتر هستش که دقیقاً مثل تکست و استیکر که کنار هم دیگه قرار داشتن ولی تو هم بودن، یعنی توی بخش استیکر که میرفتید تکست اونجا هم بود و اینجا یک کلید میانبر هستش. اینجا هم فیلتر که در کنار افکت قرار گرفته یک کلید میانبر هستش. وقتی فیلتر رو میزنید میره دوباره تو همون بخش افکت ها. گزینه بعدی گزینه PIP هستش که مخفف پیکچر این پیکچر هستش یا عکس در عکس، تصویر در تصویر، که میاد یک لایه‌ای رو، یک لایه که حالا میتونه عکس باشه میتونه ویدیو باشه، که میاد اون رو روی ویدیوی شما سوارش میکنه. حالا من پی آی پی رو میزنم میرم داخلش و گالریم باز میشه. باید یک عکسی رو انتخاب بکنم یا یک ویدیویی رو انتخاب بکنم و وارد تایملاینم بکنمش. خب من یک عکسی رو انتخاب میکنم اینجا. خب میبینید که روی ویدیوی من میاد یک تصویر دیگر رو اعمال میکنه که میتونم کوچیک یا بزرگش کنم یا جابجاش کنم یا اینکه حتی فلیپش کنم، در واقع برعکسش کنم، قرینش کنم به اصطلاح با این گزینه. و یه گزینه مداد هم داره که همون ادیته که توی بخش اولم در موردش صحبت کردیم. میاد یک کادری اطرافش ایجاد میکنه، دقیقاً مثل همون اوپاسیتی هم که میتونیم کم و زیادش بکنیم. حالا من این کادر رو حذف میکنم. چند تا گزینه داره که خیلی هم مهمه. از این پی آی پی خیلی میتونید استفاده بکنید، به خصوص توی تولید محتوای شبکه‌های مجازی مثل همین اینستاگرام و مثلا برای استوری خیلی میتونید ازش استفاده بکنید. مثلا یک پیامی و یک شخصی توی دایرکت بهتون داده، میخواید جوابش رو توی استوری بدید، اون قسمت رو اسکرین شات میگیرید میاریدش توی استوریتون و توی بخش پی آی پی روی ویدیوتون میتونید قرارش بدید. مثلا از خودتون سلفی گرفتید، فیلم گرفتید که آقا مثلا من جواب این استوری، این در واقع این دایرکت رو میخوام بدم. دایرکت چیه؟ همونیه که توی قسمت پی آی پی گوشه تصویرتون اضافه میکنید. خب وقتی که رو حالت انتخاب قرار میدیم این لایه‌مون رو که اضافه کردیم که این عکس من باشه که با پیراهن نارنجی هستش، چند تا گزینه میاد. اولیش ادیته که ادیت رو الان بهتون گفتم. گزینه بعدی گزینه دیوریشن هستش که میتونیم نشون بدیم که مدت زمانی که اون عکس توی تایملاینمون باشه چقدره. تو حالت پیش‌فرض روی 5 ثانیه است که من میتونم کم و زیادش بکنم. البته روی 5 ثانیه نه، فکر کنم خودم زیادش کردم. حالا مهم نیست که میذارمش روی 10 ثانیه و اوکی میکنم. البته میشه بیشترش کرد با زدن این فلشی که این بغل هست و با کشیدنش میتونم زیادترش هم بکنم. مثلا زمانی که میخواید استاپ موشن هم درست کنید، این گزینه دیوریشن خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. مثلا تعداد زیادی عکس دارید که ازش میتونید استفاده بکنید. البته توی منوی اصلی هم گزینه دیوریشن هست که حالا اینجا هم هست، میتونید ازش استفاده بکنید. به طور کلی دیوریشن اون مدت زمانی که اون لایه رو میخوایم توی تصویرمون نشون بدیم. گزینه بعدی گزینه اسپلیت که جدا میکنه لایه رو.
گزینه بعدی گزینه دیلیت هستش که حذف میکنه. بعدی گزینه فیلتر هستش که دقیقاً همون فیلتر منتها این دفعه میاد روی اون لایه‌ای که روی تصویرمون ایجاد کردیم تو بخش پی آی پی، میاد فیلتر رو اعمال میکنه، دقیقاً مثل همون فیلتری که سری قبلی بهتون گفتم. به این صورت میاد رنگ و لعاب تصویر ما رو عوض میکنه. مثلا من میام یک فیلتری رو اعمال میکنم برایت و اوکی میکنم. گزینه بعدی گزینه ولوم هستش که اینجا الان غیر فعاله، به خاطر اینکه زمانی که ویدیو استفاده میکنید توی بخش پی آی پی این ولوم فعال میشه، چون ویدیو صدا داره و میتونید کم و زیادش بکنید یا دینویزش بکنید، همونطور که توی بخش اولم بهتون گفتم. گزینه بعدی گزینه انیمیشن هستش که توی این بخش شما میتونید زمان ورود و خروج تصویرتون رو بهش انیمیشن بدید، اینکه چه افکتی باشه که این ویدیو یا این عکسی که توی پی آی پی اضافه کردیم به چه شکل بیاد توی تصویر ما وارد بشه. میتونه به صورت فید بیاد و آروم آروم از حالت محوی بیاد به حالت ظاهر شدن، یا به صورت زوم این زوم اوت، اسلاید آر و گزینه‌های دیگه که اینجا هست یکی یکی میتونید انتخاب بکنید و یه پیشنمایش بهتون نشون میده و اگه خوشتون اومد میتونید همون رو تیک بزنید. و یک حالت لوپ داره که همون چرخشی که قبلا بهتون گفتم، و یک کمبو داره که اون هم مثل همون این و اوت میاد یک افکتی رو به تصویرتون اعمال میکنه. خب من تیک رو میزنم و میام بیرون. افکت رو هم نمیخوام استفاده کنم، در واقع همون انیمیشن رو نمیخوام استفاده بکنم. گزینه بعدی گزینه کراپ هستش که میتونیم اون پی آی پی که اضافه کردیم، اون عکس یا ویدئویی که اضافه کردیم رو باهاش کراپ بکنیم. کراپ رو میزنم و دقیقاً مثل بخش کانواس که تو قسمت اول بهتون گفتم میتونید نسبت ابعاد رو عوض بکنید موقعی که میخواید کراپ بکنید. مثلا من میذارم روی حالت 4:5 و به این صورت کراپ میکنم و میبینید که رو همون نسبت ابعاد قفله و نمیتونم حالت کراپم رو عوض بکنم نسبت ابعادش رو، و این خیلی خوبه. و اگر میخواید حالتش رو خودتون عوض بکنید نسبت ابعاد رو توی قسمت کراپ میتونید گزینه فری رو بزنید و به صورت آزادانه خودتون هر جور که دوست دارید تصویرتون رو کراپ بکنید. خب تیک رو میزنم و میام بیرون. بعدی گزینه سویچ هستش که اگه من یک لایه‌ای رو انتخاب بکنم که همین عکس هستش، مثلا اینجا سویچ رو که بزنم میره توی تایملاین اصلی من. در واقع وقتی که این پی آی پی رو انتخاب میکنم، این عکس رو که انتخاب میکنم، وقتی سویچ رو میزنم میره توی تایملاین اصلی من. ببینید الان سویچ رو زدم اومد توی تایملاین اصلی و از این تصویر ویدئوی ما جدا شد توی تایملاین ما. یعنی اول عکس الان نشون داده میشه به صورت 11 ثانیه عکس نشون داده میشه، بعد ویدیو شروع میشه به این صورت. خب من آندو رو میزنم که برگرده به همون حالت پی آی پی. میرم تو بخش پی آی پی و ادامه گزینه‌ها. اما گزینه بعدی گزینه کات اوت هستش که اینم خیلی گزینه جذابیه، خیلی میتونید ازش استفاده‌های جالبی بکنید. حالا من این عکس رو عوض میکنم یا حالا همین عکس هم میتونه باشه. کات اوت رو میزنم و دو تا گزینه میاد، یکیش کات اوت هستش، یکیش هم کروما. کروما دقیقاً همون گزینه‌ایه که برای حذف پرده سبز میتونید ازش استفاده بکنید. اگه یک ویدئویی گرفتید که بک‌گراندتون پرده سبز هستش یا حالا یک رنگ خاصی هستش، میتونید با زدن این گزینه کروما اون رنگ رو از تصویرتون حذف بکنید. دقت کنید رنگی که تو پس زمینه دارید استفاده میکنید، حالا یک نکته جانبی هستش که توی این ویدیو دارم بهتون میگم، رنگی که استفاده میکنید باید همرنگ پوست یا لباس سوژه‌تون نباشه. به خاطر همینه که اصلا رنگ سبز رو استفاده میکنن و میتونن خیلی راحت حذفش بکنن. حالا مثلا من اینجا روی همین تصویر بک‌گراندم چون همرنگ پوستمه، احتمالاً پوست صورتم هم حذف میکنه، ولی من یه بار میخوام تستش کنم که شما هم ببینید. به این صورت میاد بک‌گراند رو حذف میکنه. هر رنگی رو که اینجا انتخاب بکنید با این دایره میاد حذفش میکنه و اینجاها توی این قسمت میتونید تنظیماتش رو هم تغییر بدید. دو تا تنظیم مهم داره، یکیش استرنگث هستش و یکی هم شادو یا همون سایه ها، که شادو معمولا زیاد تغییر ندید بهتره، ولی استرنگث میزان در واقع برش و حذف کردن اون رنگ هستش که با زیاد کردنش میتونه حساسیتش رو کم یا زیاد بکنه. خب من اینو ریست میکنم و تیکو میزنم و میام بیرون. اما بخش اولش که همون کات اوت باشه میاد و سوژه رو خودش انتخاب میکنه و بک‌گراند رو حذف میکنه، فارغ از اینکه اصلا بک‌گراندتون پرده سبز باشه یا نباشه. خب کات اوت رو زدم و میبینید که بک‌گراند تصویرم رو با هوش مصنوعی اومد و حذفش کرد. معمولا هم تا یه حدودی کاراندازه و خوب میتونه حذف بکنه و سرعتش هم زیاده، یعنی هیچ لودینگی هم نداره، خیلی سریع میاد و بک‌گراند رو حذف میکنه. خب من اوکی میکنم میام بیرون. اینم از بخش کات اوت. و گزینه بعدی گزینه ماسک هستش که توی این بخش تقریبا شبیه به همون کراپ هستش، منتها یک کمی متفاوته دیگه، حالا حالت ماسک داره و میتونید یک بخش‌هایی از تصویرتون رو بیاید و حذفش بکنید از کادر تصویرتون. مثلا این عکسی که من توش هستم رو میتونم یک ماسکی روش اعمال بکنم. اشکال ماسک هم این پایین دیده میشه، مثلث داره، دایره داره، همون حالت مربعی داره. میتونید فقط از یک طرف ماسکش کنید با یک خط
به این صورت یا از دو طرف و حالتهای مختلف. حالا من مثلا این اولی رو انتخاب میکنم و یه گزینه این پایین هست غیر از این خط سبزی که باهاش میتونم بالا و پایین کنم و ماسکم رو جاش رو تغییر بدم. یک گزینه این پایین هست که میاد لبه های ماسکم رو محو یا تیز میکنه. الان تو حالت پیش‌فرضش رو حالت تیز هستش، میتونم محوش هم بکنم. ببینید الان مثلا من این رو میکشم پایین و میاد به صورت پله پله محوی رو ایجاد میکنه و ماسکم رو به صورت پله پله ایجاد میکنه و به صورت خیلی تیز نمیاد، ماسک رو ایجاد نمیکنه. خب کمش میکنم دوباره و به این صورت اشکال مختلف داره. مثلا یک حالت دایره داره که به صورت دایره‌ای میتونم ماسک رو ایجاد بکنم و یه گزینه دیگه هم این بغلش داره که میاد ماسک رو برعکس میکنه، در واقع اینورتش میکنه به این صورت که اون بخشی که ما برای ماسک انتخاب کردیم رو میذاره به عنوان بخش خارجیش و اون قسمت‌های دیگه‌ای که انتخاب نکردیم رو اونها رو میاد انتخاب بکنه. مثلا من این گزینه اینورت رو میزنم و میبینید که اون قسمتی که انتخاب کرده بودیم دقیقاً برعکس شده، اون پاک شده و قسمت هایی که پاک کرده بودیم ظاهر شده توی ماسکمون. خب تیک رو میزنم و میام بیرون. گزینه بعدی گزینه بلند هستش که بذارید من این رو آندو بکنم. گزینه بعدی گزینه بلند هستش که توی این گزینه ما میتونیم از حالتهای مختلفش استفاده بکنیم، مثل لایتن، اسکرین، کالر داج و گزینه‌های دیگه که میاد اون لایه‌ای که ما اضافه کردیم توی بخش پی آی پی، عکس هستش یا ویدیو یا هر چیز دیگه رو میاد یه جلوه خاصی بهش میده. مثلا رو حالت اسکرین که می‌ذاریم به این شکل میشه، یا حالت کالر داج داره و حالت‌های مختلف داره که بخش فنیش یه ذره پیچیده است، ولی شما همینجا میتونید انتخاب بکنید که خروجی کارتون رو هم ببینید، ولی خیلی جا میتونید ازش استفاده بکنید. مثلا توی عکس‌هایی که می‌خواید به صورت دابل اکسپوژر ادیتش بکنید، این گزینه خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. مثلا این گزینه اوورلی رو میتونم انتخاب بکنم که لایه ما رو به این شکل توی قسمت پی آی پی نشون بده و با زدن این گزینه میتونم اوپاسیتیش رو کم یا زیاد بکنم. تیک رو میزنم و میام بیرون. گزینه بعدی گزینه اسپید هستش که این بیشتر روی ویدیو جواب میده تا عکس. اگر رو حالت عکس باشیم میاد همون حالت دیوریشن رو ایجاد میکنه و فرقی با اون نداره، ولی اگه ویدیو در واقع اضافه بکنیم میتونیم حالتهای اسلو موشن روش اضافه بکنیم. حالا من این عکس رو حذف میکنم و به جاش یک ویدیو میارم که شما هم ببینید. خب من یه ویدیو اینجا اضافه کردم که با هم دیگه تاثیرش رو ببینیم. دوباره اون گزینه‌ها رو یه دور مرور میکنیم که ببینیم کجاش تغییر کرده. ادیت، تریم و قسمت‌های دیگه که فعلا تغییر نکرده. یه قسمت تریم داره که توی این قسمت شما میتونید در واقع اون زمان ویدیوتون رو کم و زیاد بکنید. دیگه توی ویدیو شما از دیوریشن استفاده نمی‌کنید، چون روی یک عکس بود فقط یک فریم و یک قاب و در واقع یک عکس بود که میتونستید دیوریشن یا مدت زمان نمایشش رو کم و زیاد بکنید. ولی توی ویدیو جای اون گزینه تریم میاد که میتونید ازش استفاده بکنید که کل ویدیوتون رو پخش کنید یا یک قسمت خاصی از ویدیوتون رو توی تایملاینتون پخش بکنید. مثلا من میذارم روی 20 ثانیه اولش رو فقط بهم نشون بده به این صورت. و گزینه‌های بعدی که اسپلیت هست که اون هم مثل همون دیلیت، فیلتر که میاد یک فیلتری روش اعمال میکنه، ولوم هستش که ولوم اگه یادتون باشه روی قسمت تصویر روی عکس غیر فعال بود و روی ویدیو فعاله. حالا ولوم رو میزنم و میتونم صدای ویدیوم رو کم و زیاد بکنم یا کمش بکنم که مثلا صدای ویدیوی پشتی بهتر شنیده بشه. و یک گزینه دینویز هم داره که میاد دینویز میکنه. بعدی گزینه انیمیشن هستش که مثل همونه و کراپ هم که به همون شکله و میاد تصویرمون رو کراپ میکنه. گزینه بعدی گزینه سویچ هستش که اونم گفتیم. قسمت بعدی قسمت کات اوت هستش که توی ویدیو هم میتونید سوژه‌تون رو برش بدید اما نه به دقتی که توی عکس هستش و یک کمی کیفیت کاریش پایین‌تره. و یک قسمت کروما داره که توی این قسمت میتونیم پرده سبزمون رو همونطور که قبل‌تر بهتون گفتم حذف بکنیم. با قرار دادن این دایره و اون به اضافه وسطش روی قسمتی که پرده سبز قرار داره میتونیم پرده سبزمون رو از تصویرمون حذف بکنیم و با این دوتا گزینه استرنگت و شادو تنظیمش بکنیم که چقدر دقت داشته باشه. خب من میام بیرون. خب گزینه بعدی گزینه ماسک هستش که در موردش صحبت کردیم قبل‌تر. گزینه بعدی گزینه بلند هستش که اونم بهتون گفتم همونجوری که روی عکس میتونید بلند ها رو اعمال بکنید، مثلا اوورلی اینجا میتونید روی ویدیوتون هم اعمال بکنید. بعدی گزینه اسپید هستش که اینجا باهاش کار داریم. گزینه اسپید میاد سرعت پخش ویدیومون رو کم و زیاد میکنه. مثلا الان رو حالت نرمالش حالت 1 هستش که میتونم مثلا زیادش کنم بیارمش روی 6 برابر، سرعت 6 برابر میاره و الان ویدیوی من رو سرعتش رو 6 برابر کرده و میتونیم اینجا خروجیش رو ببینیم.
و یه گزینه هم این پایین داره اورجینال پیچ که وقتی که این گزینه رو فعال میکنید شما وقتی که توی ویدیوتون سوژه داره صحبت میکنه اگه این گزینه فعال نباشه یه حالت صدای بدی ایجاد میکنه و این پیچ یا همون ارور پیچ رو میاد اینجا برطرف میکنه وقتی که این گزینه رو میزنید. الان میارم روی ویدیوی اصلی این رو اعمال میکنم که شما هم ببینید این گزینه رو به این صورت. مثلا من سرعت رو یه ذره کم میکنم میارمش روی حالت 1.5 و به این شکل ببینید اینجا این صدای حالت بدی داره. وقتی که این اورجینال پیچ رو فعال میکنم صدای کمی بهتر میشه و اون ارور پیچ رو دیگه نداره. این به اصطلاح به این نوع صدا بهش میگن پیچ که اینجوری صدا رو بد فرم میکنه. ببینید الان چقدر بهتر شد. وقتی این اورجینال پیچ رو انتخاب میکنید اون پیچ صدا در واقع حذف میشه. خب اینجا دو تا سربک داره، یکیش استاندارد یکیش هم کرو که استاندارد میاد یک دست کل ویدیو رو سرعتش رو تغییر میده و رو حالت کرو شما میتونید بخش به بخش ویدیوتون رو سرعتش رو کم یا زیاد بکنید و تایملاینش رو هم اینجا نشون میده. اینجا شما وقتی که اینجا پلی میکنید ویدیو رو آروم آروم اینجا نشون میده و تایملاینش هم با اون خط سفید دیده میشه. میتونید اینجا با بالا و پایین کردن این نقطه ها سرعت ویدیوتون رو تو بخش های مختلفش کم یا زیاد بکنید. مثلا اول ویدیو رو من میخوام سریع رد بشه، میام این قسمت نقطه اول رو میبرم بالا. وقتی که بالا میبرید سرعتش زیاد میشه و وقتی که میاریدش پایین سرعتش کم میشه. اینجا ببینید عددش رو هم زده، مثلا اینجا زده 5x یعنی 5 برابر سرعتش رو زیاد میکنه. من قسمت اولش رو سرعتش رو بالا میبرم که سریع رد بشه. به این شکل پلی میکنم ببینم نتیجه کار چجوری در میاد. ببینید اینجوری اولش با سرعت بالا پخش میشه بعد میاد رو حالت نرمال به صورت پله پله و آروم آروم. میتونم تو قسمتی که داره مثلا از جاده رد میشه و میاد این طرف رو سرعتش رو پایین بیارم یا مثلا بالا ببرم بعد قسمتی که داره میرسه بیارمش رو حالت اسلو موشن. این رو خیلی میتونید توی کلیپاتون ازش استفاده بکنید. ببینید مثلا من اینجا میبینم که طرف داره رد میشه تا میاد این طرف تا اینجا میرسه رو میتونم سرعتش رو ببرم بالا به این شکل میارم پایین و این یه تیکه رو میبرم بالا. ببینید چجوری پلی میشه. ببینید این شکلی وقتی که داره از خیابون رد میشه اون یه تیکه رو با سرعت بالا نشون میده که حوصله مخاطب هم سر نره و اون یه تیکه سریع رد بشه و بیاد روی قسمت اصلی ویدیو. به این شکل میتونید کم یا زیادش بکنید. این کرو رو خیلی میتونید ازش استفاده بکنید به خصوص توی اسلو موشن، زمانهایی که میخواید یک تیزری بسازید یا یک ویدیوی تبلیغاتی بسازید یا حتی توی تولید محتوا میتونید ازش استفاده بکنید و با سرضرب‌های آهنگ بیاید این رو تنظیم بکنید و ازش استفاده بکنید. مثلا من اینجا میام یه قسمت‌هایش رو به صورت اسلو موشن بهتون نشون میدم که شما ببینید. ببینید اینجوری سرعتش رو کم یا زیاد میکنم و باهاش بازی میکنم و میبینید که چقدر تاثیر میذاره روی خروجی کار. ببینید حالا من اینجا خیلی اسلو موشنش کردم دوباره کمترش میکنم. ببینید به این شکل میتونیم کم یا زیادش بکنیم و یه گزینه هم این بغل داره به اسم اسموت که میتونید نرمتر این اسلو موشن رو توی تصویرتون ایجاد بکنید. میاد یه سری فریم اضافه روی تصویرتون به وجود میاره و باعث میشه که اسلو موشنتون نرمتر بشه. یه کمی طول میکشه پردازشش ولی میتونید ازش استفاده بکنید که کیفیت تصویرتون رو بهتر بکنه. و این وسط هم 3 تا گزینه داره که میتونید ازشون استفاده بکنید. اولیش دیلیت هستش که روی هر کدوم از این نقطه ها که قرارش بدید میتونید حذف بکنید اون نقطه رو و اگر میخواید اضافه بکنید تو قسمت هایی که نقطه نیست وقتی قرار میگیرید گزینه اد به جاش جایگزین میشه و میتونید یه نقطه اضافه بکنید. بعدی گزینه ریست هستش که کلا میاد منحنی ما رو به صورت پیش‌فرض تغییرش میده و گزینه بعدی هم گزینه پریست هستش که یه سری پریست های آماده، یه سری تنظیمات از پیش آماده رو داره، یه سری منحنی های از پیش آماده رو داره که میتونید از اونها هم استفاده بکنید اگه خیلی وارد نیستید به این بخش. مثلا این اولی رو من انتخاب میکنم که به این صورت در واقع هلالی میاد تصویر ما رو منحنی روش ایجاد میکنه. و گزینه‌های دیگه که هست. خب من تیک رو میزنم و میام بیرون. گزینه بعدی گزینه ریپلیس هستش که میتونید یه ویدیو یا یه عکس دیگه ای رو جایگزین این ویدیو بکنید. بعدی گزینه وایس افکت هستش که دقیقاً مثل همون وایس افکتیه که توی قسمت اول در موردش صحبت کردیم. میتونید صداهای مختلف، افکت‌های مختلف رو روی صداتون در واقع ایجاد بکنید. حالت بچه رو مثلا من میذارم.
خیلی هم زیبا. تیک میزنیم میریم بیرون. بعدی گزینه کپی هستش که در موردش صحبت کردیم. بعدی هم داپلیکیت. بعدی گزینه فریز هستش که از این گزینه میتونید استفاده بکنید. یک بخشی از ویدیوتون رو که وقتی که روش قرار میگیرید و انتخابش میکنید، میتونید با زدن این گزینه فریز اون فریم رو به صورت یک عکس توی وسط ویدیو قرارش بدید و یک مکسی رو توی ویدیوتون ایجاد بکنید. به اصطلاح ویدیوتون رو توی اون ثانیه و توی اون فریم فریز بکنید. مثلا من الان روی این ویدیو من اینو اعمال میکنم. زمانی که داره از خیابون رد میشه، اون وسط رو برمی‌دارم، یه فریمش رو انتخاب میکنم و فریزش میکنم به این شکل. فریز رو میزنم. وقتی که فریز رو میزنم، اون وسط اون فریم جدا میشه و میتونم هر تعداد ثانیه‌ای که دلم میخواد اون فریز رو اعمال بکنم. روی حالت پیش‌فرضش روی 3 ثانیه هستش، میتونم کمش بکنم، مثلا زیاده اینش روی 1 ثانیه و ویدیو میارم میچسبونم ادامهش رو به این قسمت. دوباره میریم. ببینید دقیقاً اون وسط ویدیو یه لحظه مکس میکنه. دقیقاً اون زمانی که داره از خیابون رد میشه، یک قسمتش رو فریز کردیم و ویدیومون اونجا ثابت میشه برای 1 ثانیه. به این صورت میتونید از فریز هم استفاده بکنید. و یه گزینه ریورس هم داره که از اون هم میتونید استفاده بکنید که میاد دقیقاً ویدیوتون رو برعکس میکنه. از آخر میاد اول. یعنی الان مثلا این قسمتی که داره از خیابون رد میشه رو من میام برعکسش میکنم که بره اول ویدیو، در واقع برگرده به سمت ماشینش. ریورس رو میزنم. یه چند ثانیه طول میکشه. خب دوباره پلی میکنم. ببینید به صورت ریورس داره پخشش میکنه. از این هم میتونید به صورت خلاقانه استفاده بکنید. خیلی گزینه جذابیه. و یه گزینه هم داره که الان غیر فعال به اسم ایز که اون رو زمانی میتونید استفاده بکنید که از کی فریم ها توی ویدیوتون استفاده بکنید. حالا کی فریم ها چی هستن؟ شما میتونید از کی فریم ها زمانی استفاده بکنید که میخواید توی ویدیوتون یک بخشی از ویدیو رو روش تغییرات ایجاد بکنید. مثلا فرض کنید این ویدیو رو من میخوام سایزش رو توی یک بازه زمانی از تایملاینم بزرگ کنم. به این صورت مثلا اینجا من یک کی فریم میذارم و یکم میبرم جلوتر و میخوام توی این بازه زمانی اون فایل ویدیویی که روی تصویرم ایجاد کردم رو آروم آروم بزرگترش کنم. میام جلوتر و این قسمت زیادش میکنم و خودش یک کی فریم اینجا اضافه میکنه. دوباره پلیش میکنم. ببینید شما ببینید آروم آروم ویدیوی ما سایزش بزرگتر میشه و میاد جلوتر. کی فریم ها دقیقاً همین کارو میکنن. شما میتونید یک قسمتی از ویدیوتون رو انتخاب بکنید با کی فریم ها. 2 تا کی فریم مثلا بذارید، کی فریم ابتدا و کی فریم انتها، و در طول این کی فریم یه سری تغییراتی رو روی تصویرتون ایجاد بکنید که یک نقطه شروع داره و یک نقطه پایان. حالا این ایز میاد و بین اون 2 تا کی فریم فعال میشه و میتونید ازش استفاده بکنید به این صورت که دقیقاً همون منحنی رو روش ایجاد بکنید و مدت زمانی که داره اون کی فریم تغییرات رو روی ویدیوتون اعمال میکنه به چه صورت باشه، سرعتش به چه صورت باشه. میتونید به صورت منحنی این کار رو انجام بدید. دقیقاً مثل اسپید که اونجا فقط روی سرعت ویدیو بود، منتها اینجا روی سرعت تغییراتی که داره اعمال میشه، مثلا از ویدیو از کوچیک داره به سمت بزرگ هدایت میشه، به چه صورت باشه. آیا به صورت مستقیم باشه، به صورت خطی باشه یا منحنی باشه. مثلا من اینو منحنی رو انتخاب میکنم. مثلا این منحنی رو انتخاب میکنم و به این صورت دیگه آروم آروم تصویر ما از کوچیک به بزرگ تغییر نمیکنه ویدئوی ما و به این صورت اعمال میشه. یه لحظه سرعتش بیشتر میشه و بعد سرعتش کمتر میشه. اینم از کاربرد ایز. حالا توی قسمت بعدی در مورد کی فریم ها بیشتر باهاش کار میکنیم و مثالای بیشتری میزنیم و باهاش کامل آشنا میشید. اینم از بخش پی آی پی. توی قسمت بعدی میشه آخرین قسمتی که با بخش ویدیوها و ادیت ویدیو توی برنامه اینشات کار میکنیم. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. حتما این ویدیو رو لایک بکنید و اگه به دنیای تولید محتوا، عکاسی و فیلمبرداری علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که هر ویدیویی جدیدی که میاد رو سریع ازش با خبر بشید. مراقب خودتون باشین. فعلا.